وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم امروز با یکی دیگر از برگهای زرین از تاریخ اسلام. وقتی که ما به کتاب‌های تاریخ برمیگردیم و به خصوص تاریخ اسلام و صفحاتی از این تاریخ بزرگ را ورق میزنیم، وقتی که به هر کجا از مناطق اسلامی که فتح شده بنگریم و بخواهیم در مورد هر منطقه‌ای مطالعه داشته باشیم، قصد داشته باشیم که بررسی در یک منطقه داشته باشیم که چگونه فتح شد و اوضاع و احوال مردم اون زمان قبل اسلام چگونه بود، میبینیم در هر قسمتی یک گنج‌های بزرگی از تاریخ نهفته اونجا و واقعا در هر قسمتی یک برگ‌های زرین وجود داره که ارزش این را داشته باشد که آنجا را مورد بررسی قرار دهیم. شجاعت‌ها و اون خدمت‌هایی که مسلمان‌ها برای فتح آن مناطق انجام داده بودن را مورد بررسی قرار دهیم و بگوییم، بازگو کنیم این قصه ها را تا واقعا برای ما نیز آنها یک الگویی باشند، چون کسانی بودند که شجاعت‌های آنها و بزرگی‌های آنها و آن از خودگذشتگی هایی که برای وارد کردن دیگر ملت‌ها به دین مبین اسلام از خود نشان داده بودند برای ما یک درسی است، یک عبرتی است و آنها الگوهای ما هستند، آنها سرمشق‌های زندگی ما هستند و باید آنها را واقعاً به عنوان رهبران خود بشناسیم و از زندگی آنها و از روشی که در برخورد با دشمنان داشتن درس بگیریم و آن را در زندگیمان به کار ببریم. امروز می‌خواهیم در مورد قسمتی دیگر از سرزمین‌ها که توسط مسلمان‌ها فتح شد در مورد آن مناطق با هم صحبت بکنیم و اون منطقه معروف است به بلاد سند. بلاد سند اگر الان ما بررسی بکنیم در قسمت غربی کشور هندوستان یا کلا منطقه هندوستان قرار دارد و بعد از سرزمین فارس قرار دارد که الان واقع است در کشور پاکستان و مرکز بلاد سند هم الان شهر کراچیه و چیز معروفی یعنی سرزمین سند یا استان سند الان معروف است در کشور پاکستان که به مرکزیت کراچی است و در طول تاریخ نیز این منطقه معروف بوده به بلاد سند و رودخانه ها و آبهای مهمی نیز در آنجا جاری بوده که منطقه سرسبز و پر از آب بوده که مورد اهمیت و اهتمام مردم برای زندگی در آن مناطق بوده به خاطر وجود این نعمت‌های فراوانی که در آن مناطق وجود داشت. در کل سرزمین هندوستان کلاً منطقه‌ای است که از نعمت‌های زیادی برای کشاورزی، دامداری برخوردار است که بلاد سند نیز از این منظر مستثنا نیست. اما شخصیتی که این مناطق را فتح کرد و فاتح واقعی این منطقه هست کسی نیست جز شخصی به نام محمد ابن قاسم ثقفی. یعنی محمد ابن قاسم ثقفی شخصی است که بلاد سند را فتح کرده و به عنوان فاتح بلاد سند معروف است در طول تاریخ. این شخص یعنی محمد ابن فاتح ثقفی از خانواده‌های مهم طائف، شهری در شمال مکه می باشد و کلا خانواده آنها جزء بزرگان و سران این شهر در طائف بودند و این شخص وقتی که به دنیا آمد زمانی بود که یکی از اقوام او یعنی حجاج ابن یوسف در زمان اموی ها فرماندهی مناطق مهمی را بر عهده داشت و جزء فرمانده ها بود و خیلی از اعمال و دستورات به دست خود حجاج بود که از اقوام و نزدیکان محمد ابن قاسم ثقفی بود. محمد در این حال اوضاع در طائف رشد و بزرگ شد تا اینکه پدرش قاسم توسط حجاج به عنوان حاکم منطقه بصره انتخاب شد. او نیز
بر همین منوال و به همین خاطر به منطقه عراق یعنی به سرزمین عراق رفت و همراه پدر و خانوادهش در سرزمین بصره و عراق در آنجا رشد و نمو پیدا کرد و توانست خبرهای جنگی و فنون نظامی را یاد بگیره، اون هم به خاطر بهره‌وری از چیزی و از اون نعمتی که در اختیارش بود، چون از خانواده حاکم بود و فرمانده بود پدرش و خودش نیز توانست از نظر نظامی خود را قوی بکنه و تمام فنونهای پیشرفته آن روز برای یک نفر که چطور دفاع کنه، حمله بکنه را توانست کسب بکنه، یاد بگیره و علاوه بر این بزرگمنشی ها، رادمنشی ها را نیز از افراد بزرگی یاد گرفت، از انسان‌های یاد گرفت که چطور با دیگران برخورد کنه. یعنی علاوه بر اینکه خلق و خو و فنون نظامی را یاد گرفت، اخلاق اسلامی را نیز یاد گرفت و در این دو صورت و یعنی به این دو حالت رشد و پرورش پیدا کرد و در سن 17 سالگی وقتی که رسید واقعا یک انسان به تمام معنا، یک مرد شجاع و قوی واقعی بود که شایستگی و لیاقت این را داشت که روش حساب بکنن، یعنی حکام اسلامی ها، فرماندهان اسلامی ها روش حساب بکنن که این شخص به عنوان یک فرمانده لشکری برای یک جنگ و نبردی انتخاب بکنن. در همین سن، در سن 16 و 15 سالگی، نصیحت های مهمی که حجاج به این شخص یعنی به محمد ابن قاسم کرده بود در شهر بصره وقتی که حاکم بصره بود چنین بود که به او گفته بود وقتی که میخواهی یک سرزمینی واقعا مورد تصرف تو باشه، مردم در اختیار تو باشن و بتونی اون سرزمین را بعد از این که فتح کردی حفظ بکنی برای خودت، وقتی که خواستی این سرزمین را حفظ بکنی فکن رحیما بالناس، با مردم مهربان باش، با مردم با اخلاق مهربانی و خلق و خوی مهربانی برخورد کن و با آنها با سخاوت، بخشندگی، کرم، یعنی سخی کسی است که مال و ثروت خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد و بذل بخشش دارد. با مردم با سخاوت برخورد کن، وقتی که با تو نیکی کردن، با تو به مهربانی و خوبی برخورد کردن، تو در مقابلشان کرم داشته باش. و حاول ان تفهم عدوک، دشمن واقعیت را هم بشناس. هر کسی را دشمن خودت حساب نکن، بلکه دشمن واقعی را بشناس، ولی در مقابل کسی که با تو یک مخالفت هایی دارد با مهربانی برخورد کن. یعنی کسی که واقعا شاید در بعضی از امور در جنگ، در میدان نبرد از خودت باشه ولی با تو در یک اموری مخالفت است، این را مخالف خودت و دشمن خود حساب نکن، بلکه کسی حساب کن که از نظرت با خودت یک موافقت هایی ندارد و با تو مخالفتی وجود دارد بین او و تو به خاطر نظرهای جنگی و بقیه امور. یعنی او مخالف توست در فکر، ولی با او با مهربانی و با شفقت برخورد کن. و افضل ما اوصیک به ان یعرف الناس شجاعتک، ولی سعی کن که به تو توصیه میکنم که مردم شجاعت و مقام قدرت نظامی و عسکری و اون دلاوری تو را مردم بدونن. یعنی سعی کن دلاوری خود را برای مردم نشان بدهی و به مردم ثابت بکنی که تو مردی هستی که از جنگ و نبرد نمی ترسد. این نصیحت هایی بود که حجاج به این شخص و توصیه‌ای بود که حجاج به این شخص کرده بود و او یعنی محمد ابن قاسم نیز واقعا این را سرمشق از درس خود گرفته بود و تونسته بود که اون را عملا در میدان عمل به کار ببره. یعنی دشمن واقعی خود رو بشناسه، هر کسی را که مخالف اوست دشمن حساب نکنه، بلکه از رأی‌ها و فکرهای مختلف برای پیشبرد اهداف خود که فتح اسلامی، فتح مناطقی برای به دست آوردن کشورها و مناطقی که در کفر و ظلمت و بت پرستی به سر می‌بردن، وارد کردن آنها به مناطق اسلامی بود. این هدف این بود بتونه واقعا به پیش بره و زندگی او رو که بررسی می‌کنیم می‌بینیم انسان موفقی بوده در به دست آوردن دلهای مخالفان، دلهای دشمنان، به وسیله اخلاق خود، به وسیله اون روشی که داشت تونست مردم را وارد دین اسلام بکنه. چرا؟ چون وقتی که مناطق را فتح میکرد از روش اینجور نبود که به حالت تندی و بد اخلاقی با کافرها برخورد بکنه، بلکه آنها را با دعوت به اسلام میداد، با نصیحت آنها را نصیحت میکرد که وارد دین اسلام بشن و آنها نیز وقتی که این اخلاق و این آرامش را در این شخص میدیدن دین اسلام رو قبول میکردن.
علاوه چون این شخص رو قبول میکردن، دین اسلام را نیز قبول میکردن و باعث میشد که شهرها و مناطق زیادی فتح بشه و شروع فتح و اینکه واقعا فرمانده مناطق میشه نیز گفتیم زمان شروع میشه که به سوی بلاد سند به حرکت را به پیش میره و اون هم زمانی است که حجاج منطقه و شهر واسط را بنا میکنه در نزدیکی های بصره و در مقر حکومت را به اونجا انتقال میده و او یعنی محمد بن قاسم نیز یکی از فرمانده‌ها و مسئولین نظامی اونجا قرار میگه و مورد توجه مردم و عسکری ها و اموی ها قرار یعنی واقع میشه که این شخص واقعا شایستگی این را دارد که به عنوان یک فرمانده انتخاب بشه. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و باز خواهیم گشت در خدمت شما خواهیم بود با ادامه داستان. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون وضوء الرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به وعده خود وفا کنید. وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بزرگواران. گفتیم وقتی که محمد بن قاسم وارد شهر واسط میشه، جریان ها و قصه ها و داستان های جدیدی شروع میشه در سرزمین هند یا منطقه از سرزمین هندوستان به نام بلاد سند. اولا قصه را از اینجا بیان کنیم که مسلمان ها قبل از این که وارد این فتح واقعی بلاد سند بشیم، وارد این داستان بشیم، مسلمان ها توانسته بودن از زمان خلفا، از زمان حضرت عمر و از زمان حضرت عثمان و بعد رضی الله عنهم تونسته بودن خیلی از مناطق نزدیکی های این بلاد را فتح بکنن، بخصوص منطقه مهم مکران که الان معروف است به بلوچستان. اونجا رو فتح کرده بودن، مردم آنها وارد این اسلام شده بودن و نزدیکی های سند مردم مسلمان ها رسیده بودن. وقتی که به مناطق رسیده بودن خود به خود چندین حرکت نیز به سوی اونجا رفته بود ولی با پیروزی مواجه نشده بود و کلا مردم یعنی یک حرکت و یک اقدام جدیدی برای فتح این منطقه صورت نگرفته بود تا اینکه در آن زمان، در زمان ولید بن عبدالملک اموی، کسی که خلیفه مسلمان ها در آن زمان بود، در زمان اموی ها، در آن زمان یک گروهی از تجار مسلمان ها با کشتی هایشان که به مناطق هند و بلاد سیلان و سرندیب یعنی منطقه های از سریلانکای امروزی به تجارت رفته بودند، چون کلا مسلمان ها داد و ستد و تجارت، رابطه تجاری با اون منطقه ها داشتن، به خصوص قسمت هایی که با دریا ارتباط داشت. یعنی حتی در آن زمان مسلمان ها برای زاد و تجارت به اون مناطق می رفتن. گروهی از مسلمان ها نیز، تجار مسلمان با کشتی به اون منطقه ها رفته بودن، منطقه سیلان که گفتیم تقریبا الان جنوب هند و سریلانکای امروزی به اون منطقه گفته میشه. به اون منطقه رفته بودن، گروهی با خانواده ها، زن و فرزندان و دختران خودشون نیز سفر کرده بودن به آنجا، اما به خاطر علت‌های مردان آنها وفات پیدا میکنن و زنانشان در اون منطقه میمونن، در منطقه سیلان. اونها از حاکم سیلان درخواست میکنن که راهی برای برگشتشان به بلاد اسلامی و عراق
فراهم بکنه. و حاکم سیلان نیز وقتی که میبینه این زنها تنها هستند و کسی ندارند، با آنها خوبی میکنه، با آنها محبت میکنه و این که این زنها بیکس شدن، مردانشان فوت کردند و این دختران سرپرستی ندارند، از این فرصت استفاده میکنه که خود را به حکومت‌های اسلامی نزدیکتر بکنه و رابطه خوبی با مسلمان‌ها برقرار بکنه. از این فرصت استفاده میکنه. به چه صورت؟ به این زنها اجازه میده که اونها برن، کسانی را در اختیار آنها قرار میده که آنها را برسونن. علاوه بر این هدایا و هدیه ها و چندین سوغاتی های مهم کشور خود را نیز برای آنها میفرسته که بفرستند به منطقه عراق و در اختیار والی آن منطقه قرار بدن. به این صورت این زنها و این کشتی ها حرکت میکنن، اما در راه وقتی که به سوی عراق در حرکت بودن، در راه در منطقه سند، مرکز شهر سند معروف بود به شهر دیبل که الان بقایای اون شهر، یعنی در نزدیکای اون شهر کراچی بنا شده است. در اون منطقه گروهی از قراصنه، این دزدان دریایی، چون قراصنه معروف است به دزدان دریایی، به این کشتی ها حمله میکنن و کشتی ها را غارت میکنن و زنان را و دختران را اسیر میکنن، با خود میبرن و در زندان و مورد آزار و شکنجه قرار میدهند در شهر دیبل. وقتی که خبر به حجاج میرسه، حجاج از پادشاه و امیر شهر دیبل درخواست میکنه که زنان را آزاد بکنه، اما او به بهانه این که این زنها و این اموال در اختیار و در دست دزدان دریایی قرار دارد و او توان گرفتن این زنها را از دست دزدان دریایی ندارد، میگه نمیتونم اونها را آزاد بکنم. به این بهانه از این امر سرپیچی میکنه و حجاج وقتی که این را میبینه که او موافق همکاری نمیکنه، دو نیرو و 2 لشکر را به طرف این منطقه میفرسته که نیروی اول توسط یکی از فرماندهان مسلمان ها به نام عبدالله بن نهبان با نیروهای والی سند، یعنی والی شهر دیبل به نام داهر وارد جنگ میشن. او شهید میشه و بلافاصله بعد از او شخص دیگر به نام بدیل ابن تحفه البجلی میره و با او نیز وارد جنگ میشه داهر، و باز نیز این شخص شربت شهادت را می نوشه و این دو گروه وقتی که شکست میخورن، حجاج تصمیم واقعی خود را میگیره که نیروی بزرگی را بفرسته برای شکست این شخص. و الان قضیه نیز فرق میکرد. قضیه این بود که علاوه بر این زنانی که اسیر شده بودند توسط این دزدان دریایی، زندانیان و بسیار سربازانی که در این دو جنگ شکست خورده بودند اسیر شده بودند توسط داهر. یعنی زنان و سربازان مسلمان ها در دست داهر و مردم شهر دیبل قرار داشتند و او معروف بود این که دشمنی و حقد مهمی بر علیه مسلمان ها داره. اینجا نیروی واقعی و بزرگی را حجاج تصمیم میگیره که بفرسته به این منطقه و از ولید ابن عبدالملک نیز درخواست میکنه که اموالی را برای این قضیه فراهم بکنه و شرط نیز میکنه که او میتونه این اموال را باز بگردونه به زودی به خزانه مسلمان ها و دایره اسلامی. ولید نیز قبول میکنه و کسی که انتخاب میشه برای اینجا، برای این امر مهم، کسی نیست به جز محمد ابن قاسم ثقفی. این جوان 17 ساله در آن سال به عنوان فرمانده انتخاب میشه و معروف است که نزدیک به 20,000 از شهر عراق، از منطقه عراق حرکت میکنن و وارد ایران میشن و در ایران در نزدیکای شیراز نیز مدت اتراق میکنه این لشکر بزرگ به فرماندهی محمد ابن قاسم. در آنجا نیز نیروهای بزرگی از این منطقه ها از شیراز به این لشکر بزرگ اسلامی ملحق میشن و حرکت میکنن، وارد مکران میشن و بعد از آن وارد سرزمین سند میشن. در ابتدا شهرهای مهمی را فتح میکنه این فرمانده بزرگ و از خوبی هایی که داشت این شخص این بود که همیشه برای یک حمله، برای یک کاری که میخواست انجام بده، برای یک فتح یک شهری، از بزرگان مشورت میکرد، از فرمانده ها مشورت میگرفت و کسانی که واقعا خبره جنگی قبل از خودش داشت. این جوان 17 ساله بود، شاید میگین جوانه هیچی نمیدونه، ولی نه، اینجوری نبود، واقعا شایستگی فرماندهی داشت و این هم نشون میداد که واقعا شایستگی داشت، چون وقتی که کاری میخواست انجام بده، کسانی که در لشکر بودن خبره داشتن، از اونها مشورت میگیره که چه کار باید انجام بدیم، قبلا چه کارهایی صورت گرفته و اونها نیز با امان کامل به او مشورت میدادن، یعنی خیانت نمیکردن و
تجربه خود را در اختیار این بزرگمرد قرار میدادند و اون نیز از این کارها استفاده میکرد، شهرها را فتح میکرد و معروف است به اینکه یک منجنیق بزرگی در اختیارش داشت به نام منجنیق عروس که با این منجنیق نزدیک 500 نفر اون را حمل میکردند و سنگ‌ها و کلوخ‌های بزرگی را پرتاب می‌کرد، وارد قلعه‌ها و قلعه‌ها را ویران می‌کرد و شهرها خیلی راحت در اختیار مسلمان‌ها قرار می‌گرفتند تا اینکه به شهر دیبل رسیدند و در آنجا نیز جنگ صورت گرفت با مردم آنجا و با حاکمان‌ها آنجا. داهر و خود داهر در میدان جنگ کشته میشه و شهر فتح میشه و اون زنان و اون مسلمان‌ها آزاد میشن و کلاً اونجا را به عنوان منطقه از سرزمین مسلمان ها قرار میده و خود محمد ابن قاسم فقط بر دیبل و اون منطقه ها بسنده نمیکنه، بلکه نیرو رو همچنان ادامه میده، حرکت میده، میره و کل منطقه سند را فتح میکنه تا شهر ملتان و اون منطقه ها را نیز فتح میکنه، یعنی در منطقه پنجاب که چون ملتان در منطقه پنجاب در کشور پاکستان امروزی قرار دارد، آنجا را نیز فتح میکنه و در دایره حکومت اسلامی قرار میده و مردم آنجا دسته دسته و گروه گروه مسلمان میشن. چرا؟ اون هم به خاطر اون روشی که این جوان بزرگمرد محمد ابن قاسم برای دعوت به سوی اسلام قرار داده بود. چرا؟ چون که از روش آسان گرفتن برای مردم، روش راحتی برای مردم استفاده میکرد. به این طریق، به این روش مردم را به وارد دین اسلام میکرد و مردم قانع بودن به این شخص، یعنی واقعا فقر را احساس کرده بودن که چقدر اوضاع بعد از آمدن مسلمان ها تغییر کرده و چقدر اخلاق مسلمان ها با دیگران فرق میکردن. دین اسلام را پذیرفتن مردم و اینها، همه این چیزها خدمتی بود که محمد ابن قاسم برای این منطقه، یعنی بلاد سند، انجام داد تا اینکه کلاً مردم وارد دین اسلام شدن. و قضیه‌ای که رخ داد این بود که ولید ابن عبدالملک وفات پیدا میکنه و برادرش سلیمان ابن عبدالملک حاکم مسلمان ها و خلیفه مسلمان ها، خلیفه اموی میشه. بعد از آن حرکت در اون منطقه توقف پیدا میکنه، چون که ولید محمد ابن قاسم را میطلبه به عراق و اون نیز به عراق وارد میشه که معروف است که بعد از این حتی مدتی زندانی میشه و محمد ابن قاسم در زندان تحت شکنجه به خاطر عداوت هایی که بین حجاج و سلیمان بود، یعنی رخ داده بود قبل از این قضیه، به خاطر این محمد ابن قاسم را عزل میکنه و حتی زندانی میکنه. معروف است که در زندان نیز این شخص به شهادت میرسه. اما خدمتی و اون بزرگمردی و اون چیزی، آثاری که از خود باقی گذاشته بود تا الان باقی است. چرا؟ چون که کسانی که در آن منطقه ها مسلمان شده بودند، همگی آنها مدیون این شخص بزرگ یعنی محمد ابن قاسم هستند که آنها را وارد اسلام کرده بود و آنها مسلمان شدند به خاطر این بزرگمرد و شاید تا الان اون ثواب هایی که انجام میدن مقداری نیز در میزان اعمال این انسان بزرگ وارد میشه. چرا؟ چون که کسی که دلالت و راهنمایی میکنه بر کار خیر، ثواب اون کار خیر رو نیز میبره. و این شخص وقتی که مردم را مسلمان کرده، اون مسلمان ها نیز وقت کار خیر و به وسیله این دستوراتی که او به آنها آگاهی داده و اونها رسونده، خب خود به خود ثواب کارهای اونها نیز به میزان اعمال این شخص نیز وارد میشه. و در اینجا این داستان را و این صفحه را میبندیم و خداوند به ما توفیق بده تا در دیدار دیگر و برنامه دیگر نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا یک برنامه دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.